در همه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و ناحیه‌ها و ولایت‌ها این نماینده‌های ما همین کارمندان شعبه رابطه با جامعه است. ما با آنها باور داریم و آنها هم با ما همکاری‌های نهایت حسنه دارند. ما در همین نیم سال شما در اینجا گفتم فقط اینجا رقم گفتم و بعضی نام‌ها رو نگفتم. ما ناحیه رودکی 4 ناحیه شهر دوشنبه شهر وحدت و دیگر منطقه‌های جمهوری ترکستان را همشون نکنیم بازدید کردیم، سنجش گذراندیم و کمبودی و نارسایی‌های آنها را ما پرره مجلس کرانده نمیشه در زال‌های کلان با نشست صدها نفر هم آویزه‌ها هم کمبودی و نارسایی‌ها در نوشت رکلام‌ها بیرونه را ما بررسی کردیم و کمبودی و نارسایی‌ها را گفتیم. کمبودی و نارسایی‌ها در استفاده کلمه‌ها است. اصلا در جمله بندی ها اصلا درستند، عبارت آرایی ها درستند، در استفاده بعضی از کلمه ها. شما میدونید زبان تاجیکی یکی از زبان های است که نهایت زیاد مرادفات دارد، سینونیم ها، نهایت زیاد انتونیم ها دارد، یعنی زید معنا. همین کلمه های مرادفی و همین قبط های سیمانتیکی رو بعضا وریانت یک گونه یک مقدار درشترش رو شاید استفاده میکنند. اگر به شکل ما به فرهنگ‌هایی که داریم نظر کنیم میتوانیم کلمه‌های بسیار فوراً، کلمه‌های بسیار شینان و دسترس مردم رو در رکلام جمع کردن ممکن است. رکلام باید که دسترس باشد.